تو این آموزش میخوایم تابع ایف در اکسل رو به شما یاد بدم، یه تابع قدرتمند برای شرط گذاری روی داده ها که خیلی در تحلیل کسب و کار برای ما کاربرد داره. مثلا اگر فروش بیشتر از 1000 باشه بنویسه خوب و اگر کمتر باشه بنویسه کم. من اینجا یه دیتایی از قبل نوشتم، نام کارمندان و مقدار فروشی که داشتن. حالا میخوایم تابع ایف رو براتون در اینجا حالا مثال ببینید. من اگر یه مساوی بذارم و بنویسم ایف، ببینید یه توضیح به من میده اینجا که میگه حالا اون مقدار رو میزنیم، اگر درست بود چی بشه و اگر غلط بود چی بشه. حالا ما میخوایم این مثال رو برای شما به صورت حالا عملی انجام بدیم که ببینیم چه وضعیتی پیش میاد. ببینیم ما در اینجا F رو داریم، این برای ما میشه F4. میگیم که F4 اگر بزرگتر از 1000 بود چی بگه؟ بنویسه برای ما کم. اگر بزرگتر از 1000 بود بنویسه حالا خوب. و اگر کوچکتر از 1000 باشه بنویسه کم. الان میبینید که بالاتر از 1000 بود برای ما نوشته خوب. من اینو میارم به پایین، میبینیم که برای ندا نوشته کم، برای رزام نوشته خوب. چرا؟ چون بالاتر از 1000 بوده. این از یه مثال ساده بود که میخواستم بزنم. حالا میخوایم یه مقدار پیشرفته ترش کنیم و وضعیت حالا ببینیم که کاربردی تر بشه، یعنی وضعیت. دوباره من اینجا یه مساوی میزنم، ایف رو مینویسم پرانتز باز، میگم که اگر F4 بزرگتر از 1000 بود، خب برای ما بنویسه که فروش خوب بوده و اگر بالای 1000 نبوده بگه که نیاز به بهبود داره. خب ببینید در اینجا نوشت فروش خوب بوده، برای ندا می نویسه که نیاز به بهبود و برای رزام دوباره می نویسه که فروش خوب بوده. حالا میخوام یه شکل دیگه بنویسم. برای مثال وقتی می نویسیم که وضعیت پرداخت بنویسیم که پرداخت شده، بزنه حالا کلا پرداخت میشه یا نه. این دقیقا همون مثالی هستش که برای این مورد زدیم. فرق نداره مثلا نیاز به بهبود یا حالا فروش خوب رو میتونیم جایگزین پرداخت شده یا پرداخت نشده بزنیم که زیاد فرقی نمیکنه با. ولی الان میخوام یه مثال دیگه بزنم که ترکیبی باشه از if and یا or. ببینید if و and و با or میخوام از این سه تا استفاده کنم. حالا به چه شکله؟ بریم با هم دیگه تستش کنیم. ببینید اگر می نویسیم اگر if مساوی if اگر F2 خب F4 ببخشید F4 بزرگتر از 1000 بوده باشه
و اگر HR مثلا زده باشه فروش خوب، زده باشه مثلا فروش خوب، برای ما بنویسه موفق بوده یا ناموفق. خب در اینجا میبینی که بالای 1000 بوده و فروش خوب بوده، زده موفق. اینجا میبینیم که زده ناموفق. چرا؟ چون فروشمون زیر 1000 بوده و نیاز به بهبود داشته. در اینجا دوباره میبینیم که موفق زده. چرا؟ چون بالای 1000 بوده و همینطور فروشمون خوب بوده. حالا این مثالی از ایف بود. میخواستم یه مثال حالا پیش زمینه‌ای برای شما زده باشم. در جلسات آینده مثالهای خیلی بهتری براتون میزنم. اینو فقط میخواستم شما یه آشنایی باش داشته باشید از تابع ایف. به زودی مثالهای خیلی کاربردی‌تر و بهتری برای شما زده میشه. کلا تابع ایف یکی از ابزارهای فوق‌العاده توی اکسل برای شرط گذاریه. حالا کارهای خیلی زیادی میشه باش کرد که تو این ویدیو فعلا نمیخوام بگم. با همین تابع ساده میتونید داده‌هات رو تحلیل کنی، فیلتر کنی و گزارش سازی هوشمند داشته باشی برای داشبورد سازی مدیریتی و اینا. و کلا اگر خیلی خوشتون میاد که تابع ایف رو همراه با داشبورد یا ترکیب با فرمولای دیگه یاد بگیرید، تو کامنت ها برام بنویسید که من زودتر این ویدیو رو برای شما حالا بسازم و شما از اون استفاده کنید. خیلی ممنون میشم که کانال ما رو دنبال کنید. به زودی خیلی از ویدیوهای خوب، آموزش های خیلی خوب در رابطه با کسب و کار، تحلیل کسب و کار، تحلیل داده کسب و کار برای شما آپلود میشه و شما میتونید از اونها استفاده کنید. صفحه اینستاگرام ما هم حتما دنبال کنید، چون در اونجا ما پست‌های آموزشی کوتاه برای شما قرار میدیم. امیدوارم که همیشه حال دلتون عالی باشه. به زودی شما رو میبینم.